بازی قبلی که مقابل فایزگان بود و رگار اونجا مغلوب شد تغییرات زیاد هم هست. کوای گوتسون در خط دروازه رقم 16 فوتبالبازان خط دفاع آرتور پرینس پری دسته مهمان کوکتوش که امروز با پیراهن‌های زرد بازی میکند. ابراهام آدونکور در خط دروازه رقم 1 فوتبالبازان خط دفاع رقم 74 سوربون غیوسف رقم 17 کاپیتان دسته سلطانوف سرمربی دسته اهل‌دین توردیف. اینک بازی شروع می‌شود و در ابتدای موسم جاری دسته‌ها در لیگ اولین خلام جافس و نزدیک در جدول با هم قرار گرفتند. فیروز بوبی فولوبوتو شورا دلمرودوف پارتوف تیتو باسیو امکانیت عالی ضربه و گل حساب شده میشود. بینندگان گرامی و عبدالخلیل بارونوف نفری که طول چندین بازی از امکانیت‌های بهترین استفاده بردن نمیتوانست در این لحظه توانست که از یک خطای فوتبالبازان دسته کوکتوش ثمرناک استفاده برد و حساب را کشاید. و اینجا البته بینندگان گرامی دو تصور پیدا میشود. چرا یک گروه مخلصان پرسند میکنند و گروه دیگر مخلصی نمیکنند، زیرا در یک تریبونا و اصلا در یک نشستگاه ها هم مخلصان دسته کوکتوش هستند و هم مخلصان دسته رگار. افساید نیست در اینجا خود شما هم دیده ایستادید. هنگامی پرتاب تو عبدالخلیل بارونوف خطاتر از دفاعگران قرار داشت و هم مؤلف گل میشود در این لحظه شهرت المرودوف. بین پرتاب خوبه رو فوتبالبازی جوان در همین لحظه با هم دستش روان کرد و عبدالخلیل هم ضربه رو خوب اجرا کرد. پرتاب تو باسیو و رامونا اینجا حکمت‌الله رسولوف و کوای گوتسون این وضعیت رو برطرف می‌کنند. و اینجا بعداً چی خطای دغل از جانب دروازه‌بان دسته رگار. دهشت بود این خطا. بینندگان گرامی وضعیتی که می‌خواست وقت رو به دروازه کشد چند ثانیه پرقیمت برد کند دروازه‌بان رگار خطای بسیار دغل و نابخشودنی کرد. اصلا همین گونه خطاها با اشتراکی او کم نبودند و این وضعیت رو بار دیگر میتوانید ببینید. این جای شک و شبهه نیست. قاعده بازی رو ویران کرد مقابل محیدین عادیلوف و یک گوتسون و همین گونه خطا رو او در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همین موسم بر مقابل دسته ارتش صادر کرده بود. البته عیناً همین گونه نه بلکه مانند به همین بسیار خطاهای دغل و نابخشودنی هستند و این البته به نتیجه بازی به تاثیر نمیماند اگر همین حالا خودی کوای گوتسون این اشتباهش رو جبران نکند. پنالتی گذاشته شد بینندگان گرامی و در نزد تو و همانطور که میبینیم سوندای لونژیسون قرار دارد. فوتبالباز که چند لحظه پیشتر از این به میدان برآمد. فشار زیاد است به او از سوی مخلصان دسته رگار. ضربه اجرا میشود. دروازه‌بان سمت توپ را پیدا کرد اما برگردانیده نتوانست. حساب 1-1 و کوکتوش همانطور که بالاتر گفتیم حتما امکانیت خود را پیدا میکند و اینک چون این فرصت هست آنها حساب را برابر کرده ایستادند. 1-1 امسال با فکرم دروازه‌بان دسته رگار البته به این هم که در بازی قبلی به خطا راه داده بود همین گونه حالت باز در بازی بعدی تکرار شدنش ممکن است، زیرا گپ در سر آن است که دروازه‌بان‌ها عوض شده ایستادند در رگار. یعنی گاه به دلیر عزیزوف گاه به کوای گوتسون امکانیت داده می شود اما هر دوی آنها به خطاهای بسیار دغل و نابخشودنی راه داده ایستادند. باری آخر بین هم تیرمای سال 2020 بازی کرده بودند. اینجا امکانیت نوبتی فرصت هست و چگونه امکانیت ضربه و گل حساب 2-1 میشود. بینندگان گرامی و فوتبالبازان دسته کوکتوش در 2 دقیقه گل دوم را بزنند. این لحظه این دروازه‌بان را عوض کند سرمربی. اینجا اکنون اشتباه دفاعگران هم بود. بعداً البته دروازه‌بان نیز دیگر نتوانست پیش روی حمله‌گری دسته کوکتوش را بگیرد و به این ترتیب محیدین عادیلوف گل دوم را به دروازه دسته رگار وارد میکند. کمی به کنار رفت چون به نظر رسید که ممکن است مشکلی ایجاد کند برای او اما نه. فرصت را استفاده میبرد و به دروازه دسته رگار گل میزند. ضربه راست به فوتبالباز دسته کوکتوش و با همین وقت هم خاتمه مییابد. کوکتوش یک غلبه بسیار با ارادوی را در رفت رقابت در سفر مقابل دسته رگار به دست آورد. آماده ایستادند و این بسیار با
бохти аламоварам ҳаст аз он бохтҳои қаблие ки мо шумо дидем таҳти роҳбарии коргардон фирӯз бахтибеков ва ёвари ӯ комрон нориён мо ин гузоришро таҳия кардем дар назди микрофон шораи парвизи маҳмудов.